سگ شماست؟ مال شماست. قابلتون رو نداره. چقدر خوشگله. لطف دارین شما. امروز براش غذا آوردم. خوش دوباره باشه ببینمش. چقدر خوشگل بود. وای چه خوب که هستی. سلام. واسه غذا آوردن. بیا. بازم شمایین؟ مسیر هر روزمه. اسمش چیه؟ تیدا. خیلی سگ باهوشیه. لطف دارین شما. خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم. دست بده. سومان اونو میبینی؟ زن سابق منه. هر روز میاد تو ایستگاه اتوبوس میشه، نمیدونم کجا میرم. باید انتقام از این بگیرم. یعنی چی؟ میخوای چیکار کنی؟ باید بدوزمش و دارمش با کارشو تموم. اگه الکیه این کار جرم، حداقل 15 سال حبس داره. او کسی نمیتونه حتی جنازه‌ش هم پیدا کنه. اگه گیر بیفتیم چی؟ نگران نباشه، همه چی گردن من. فقط میرین تو ایستگاه، بهت گفتم در عقبو باز کن، بعدش هم گازشو بگی بری. برو ولی خدا رو فکر کن. کجا میخوای بری؟ بیا بشین تو ماشین میرسونم. برو دنبال کارت. ما دیگه نسبتی با هم نداریم. وقتی میگم بیا زبون آدم حالیش نمیشه. کجا نمیگه؟ برم کجا سرده برم کن. بشین. ای بی خبر از حال بیمارم دلوقو بهت میدادم میخواستن جونمو نجات بدن. یه عمر به همین آدمو خوبی کردم میخواستن جونمو بگیرن. اینه فرق تو آدم. از این بعد تو بهترین رفیق من. آرامی جانم دور